خستم من از خطای رو میز و جنجال موزیک و مغزای کوچیک، خستم من از بحثای رو وید و فحشای تو دید و لفظای رو بیت. برنامه دیگه سرزب یه بخت و عرق سرد شب و سردرد صبح و بعد هرچی شنیدم حرف مفت و مردای زنده دوبای زنده. اینجام که رزیدنت ایول فکر کنم مریضیش اپیدمی بشه بره. به اون میگن دست سوخته تن خسته کوفته با وسته دوخته زخمامونو. چرا وضع ما اینه؟ مثل هنوز تو کف ماشینه. دختر عملی لبه تا سینه، بابا میاد خونه سرش پایینه. اینجا میزنه برادر رفیق کدومه دیگه ندارن همه میشناسه رد و بد در و یه سریا میخرن فرار از تن و برو. همه نسخن انگاری نفس و حبس توی قفسن اجباری. پوشیدن جالباس سره هر کم میخواد بره ماه باس بده. همینه عاقبت کار، حال بعد شهر و حال بعد ما. همه تو فاز نشجاتن، هزینه میکنن واسه تاثیراتش. آره هزینه میکنم واسه تاثیراتش. بهمنم رو شهر بعد هر فنجونی چای تو این سرزمی که تو شف زندونی داشت. اینقدر تو دار و دکمه عصبیم که اسممو نمیدونن هم سلولیا. چند سال که این راه میرم